آقا سلام بچه، چطورید؟ برگشتم، من زندم. اومدیم برای مچ رنکاپ. آقا اگه خواستید، من زنده بودم مرده بودم درگیر رنکاپ بودم و اینا داشتم رنکاپ میکردم. آجی عالی افتادیم تو سرور باتا. و بچه این باتا میدونی چیشون منو زیاد اصلا میکنه؟ اینکه این بات دارن. بچه دمتون گرم، بازدیدا داره میره بالاتر و اینکه خوبه، بازدیدا داره میره بالا. دمتون گرم بابت حمایت اینا. اگه میشه یه لایکی زنگوله و اینا رو بزن که من از این به بعد میخوام ویدیو رو بذارم. و اگه کم فعالیت کردم ببخشید، ماشم به خاطر این بود که رنکاپ میکردم و خلاصه از این اتچمنت هم اگه خواستید تو آخر بازی نشون میده. والا همیشه تو رنگ کنارگانتون یه یورس اسنایپ بندازید. اسنایپ یالا خیلی خوب میزنم. اگه هیچی راش نداشت یه نفر راش بده داداش. بومبت الپاسی کنزو داد صدا پا نمیاد، کسی اصلا روش نمیده. بریم ببینیم بی چه خبرست. آها یکی بخورم خود اونی که بست کرد دیدیم دیفیوز کرد. خب فعلا مثلا خیلی دوست دارم با تون رو بزنم. تون رو بزنیم. من چون الان رنکاپ میکنم یه اسم گذاشتم و یعنی عادی نیزه میزن. اینم از این که ستا ایس احتمالا اگه خودت خواد میکنیم. اوکی بومبو برداشت بشیم. چرا اینطوری شد گوشیم؟ یه دقیقه گیت زدم. وای لای اوکی یه لات 4 کیلو بریم رو HDR هست 4. بریم رو HDR بابا HDR با HDR هم بزنیم. آقا تو خدایت تا اینجا اومدی دیگه یه دونه لایک و ساب بزن دیگه. کار ندارم نمیتونم خوب ادیت بکنم ولی تو خدا لایک بزن دیگه. ما که این همه داریم فعالیت که اونقدرم نه، ولی خب داریم میکنیم دیگه. تازه یوتیوب رو شروع کردم، انتظاری هم ندارم. با این سن 10 ساله هم دارم اینطوری پله میدم. آقا چیزم گوشیه، دیوایس هم گوشیه ردمی نوت 14 است. بعد کلان خدا یه لایک بزن. انشالله یه یوتیوبر خفن میشه از اون یه چی در بیاد. یه کار قشنگی بکنم. این مچ نذاشتم هیچ. من از این کسی بزنم چه ساده آقا روس هم گرفتم. راستی لوکا سبزی که گرفتم خیلی خفن خودم با حال میزنم. بریم باش ترکیب فکرم چیز سیکرا این نایف ولکاس با یک دست بیا. آها یکی بوده حال نمیکنم نداش بایسته صدا پاشون داره میاد. یکی بانم بیا برگرد نیمت
راش نمیدن. الان من اسنایپ دارم. خب اینا باتن، این بات دارم شدید بذار گانه. وای منو بارم الا اشکال ندارم. بذار راش بده. بعدی راش بده. بچه اگر خواستید از این به بعد ویدیوی رنگ واسهتون بذارم به هم بگید که بذارم آقا، چون خودم هم رنگ بکنم میگم بذارم که شما هم لذتشو ببرین. آقا تو رو خدا دیگه یه دونه لایک بزن، یه دونه ساب بزن، ما که بعد نمیشه برام. یه دونه لایک آقا، یه دونه لایک بزن لطفا، یه دونه ساب بکن، کامنت بذار لطفا. هرچی میخواید بگو، اصلا میخواید بهم هرچی میخواید بگو، هرچی از دلت میخواد بگو، بگو نوف، هرچی میخواید بگو، فقط یه حمایت ریز آقا. دمتون گرم. من یه بازدیدا به 10 برس، چون بازدیدا داره میره یکم بالا، خب یکم کارو سنگین کنم. اگه بازدیدا به 10 برسه و کلا یه ویدیوی بوم میذارم و با دوستم میخوام دوئل بزنم که اون آپاراتریه که بگم پرچم یوتیوبر رو بالا آقا بیا پایین واسه من شاخ نشو. آپاراتری عزیز با اینکه دوستمه ولی خب بچه مرسی که این ویدیو رو دیدید و اتچا این دیلکیو آقا بردارین اتچشه، بردارین این اتچ دیل یو اس اس 9 اتچ یو اس اس 9 همینه بردارید حالشو ببرید آقا. خب اتچ دیلکیو دوم فکر کنم فرقی نداره. نه اتچ دیلکیو دومم واسه اینه که تیر زیاد داشته باشید و کلا اگر بذار بینن تغییرش بدم به این هیپایر رو قرار بکن با همین. اینم اتچ دیلکیوی پورتیره که 8 تیر داره. اتچ اچ دی آر این هستش، بردارید حالشو ببر. اتچ این گانه اینه بردارید، اینم بزنه چی کاموی گرفت نزه بلش بردارید آقا. اینم کاموی، این چه کامو میگم اتچمنت این سی بی آر 4 هم اینه اتچش و گانه بعدی ال دبلیو 3 اینه اتچش. این یکی یو اس اس 9 هم فرق داره اتچش، لیزر نداره. اون لیزر گذاشته بودم با دیل میشه زودتر میگیره. این هم اتچ یوزیه و بودم میتیک و جنی اتچه رو واسه تست نکردم ولی میذارم. من خودم راضیم از اتچه، یعنی خواهید میذارم واسه میخوام مکسش کنم. اگه بشه پول برسه به دستمون مکسش میکنیم و با یکم حمایت بشیم. اینا مکس ایشالله. خب این شکلش خیلی قشنگ میشه جی. خب اینم مکسش اوه چه خفنه. خلاصه میخوام اینطوری بکنم دیگه، اگر حمایت بشیم و اینا لایک برسه میریم چیز میکنیم و آره باشه رفت روی. خب XM4 بچه خیلی خوب میزنه یه یعنی خودم اصلا انتظار XM4 نداشتم. و گانه بعدی روس لژندریه، زمانی نیست به اول پس 50 تا یه هایی بهم داد گرفتمش دیگه. اینم اتچ روسه. یه دقیقه چه من کار یه دقیقه. خب بچه من اومدم اتچ لوکاسه، بردارید استفاده شو بکنید حالشو ببرید. اتچ دوباره تونرا اینه، این ADSش یکم فکر کنم بگینگی بالاتر از اونه. اینه و آقا مرسی تا اینجا ویدیو دیدید و حمایت کردید. اگه واسطیدا به 10 برسه لایک ها یه دونه، کامنت هم 2 تا
میریم برای ویدیوی بمب که با آپاراتری که دوستم باشه میریم باش دوئل میزنم. آقا برد نبرد دیگه به من چی. آقا مرسی تا اینجا ویدیو دیدید. لطفا ساب لایک اینا رو بکنید لطفا. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.